مورد طلا و نکته‌های در مورد طلا بهتون میگم. سلام بچه یوتیوب. به نظرتون قدیمی ترین جواهری که تو ایران کشف شده مال چند سال پیشه؟ 3000 سال پیش، 100 سال پیش، 2000 سال پیش؟ حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید. من یکم صبر میکنم تا شما فکر کنید. میتونم یکم براتون دور از ذهنه، ولی قدیمی ترین جواهری که تو ایران کشف شده برمیگرده به 300,000 سال پیش که از سنگ و صدف ساخته شده. از قرن 17 به بعد جواهرات برای خانم‌ها استفاده شده، ولی قبل از اون جواهرات برای مردان، مقام‌های بالا و همسر اونا استفاده می‌شده. نظرتون در شرایط عادی و شرایط نرمال چقدر طول میکشه اکسید شه، یعنی سطح براق اون چقدر طول میکشه که از بین بره و کدر بشه؟ 100 سال، 30 سال، 500 سال چقدر؟ اگه من این طلا رو اینجا بذارم و برم 5000 سال دیگه برگردم، تازه شاین طلا کم میشه و سطح روی اون کدر میشه. اگه براتون جالب بود لایک ویدیو یادتون نره. بازم از این سبک ویدیوها بذارم یا نه؟